اگه میخوای چشات ضعیف نشه این کاری که بهت میگم رو بکن. یه تکنیک باستانیه که یه بار انجام بدی خودت معجزه‌شو میبینی. حتی اگه چشات ضعیفه هم این کار جواب میده، چشاتو قوی میکنه. پیرمرد پیرزنا که چشاشون خوب نمیبینه میگن چشام سو نداره، چشام نور نداره. چرا؟ چون چشای ما یه جوری طراحی شدن که دنبال نور میگردن، باید هر روز کلی نور بره توشون که بزرگترشن. چشای منو ببین چقدر باز شده. چیه تکنیک؟ غروب خورشید 5 دقیقه 10 دقیقه آخرشو از تایم کم 5 ثانیه 10 ثانیه نگاه کن، ببر بالا. هر چقدر بیشتر این کارو انجام بدی، نور بیشتری با طیف کامل که همه رنگا تو نور سفید خورشیده وارد چشت میشه، مغزتو آپگرید میکنه، چشاتو بزرگتر میکنه، چشاتو تمرین میده نور خورشید. هر چقدر بیشتر غروب خورشیدو ببینی چشمات قوی تر میشه، کم کم کیفیت دیدت هم بهتر میشه، رنگا واسه پررنگتر میشن. اما یه سری نکات و اصول داره که توی کپشن توضیح دادم، کامل بخون و مطمئن باش که دیدت بهتر میشه.